افسانه زدایی از دیفیوزرها. آسونه به یه ماژول پخشاگر یا دیفیوزر حرفه‌ای نگاه کنیم و فکر کنیم که میتونیم با قرار دادن چوب‌های اضافه کنار هم نتیجه صوتی مشابهی دریافت بکنیم. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که شبیه به تیکه‌های اضافی چوبه که کنار هم قرار داده شدن در واقع یک آرایه حرفه‌ای از خونه هاست که به دقت محاسبه شده تا رنج فرکانسی مخصوصی رو در تمام فضا به طور یکسان پخش کنه. اگه تا الان یه دیفیوزر اسکایلاین دستساز درست کرده باشین احتمالا این نکته رو از راه تلخی متوجه شدین. جدا از کار طاقت فرسایی سرهم کردن و کنار هم قرار دادن یکی یکی این بلوک ها، این نکته هم ضروریه بدونیم که ترتیب و اندازه هر کدوم از بلوک ها باید به دقت محاسبه بشه تا دیفیوزر ساخته شده صدا رو به طور یکسان در تمام فضا پخش کنه و مشکلات آکوستیکی بیشتری برامون نتراشه. راهکارهای دستساز دیگه مثل قفسه کتاب یا شونه تخم مرغ هم مشکلات آکوستیکی خودشونو دارن. کتابا بیشتر از این که بخوان صدا رو پخش بکنن، صدا رو جذب میکنن و همچنین توالی رندوم ارتفاع کتاب‌ها توی یه قفسه از لحاظ کارایی آکوستیکی به یه دیفیوزر حرفه‌ای حتی نزدیک هم نمیشه. متاسفانه خیلی از پنلایی که تو بازار به اسم دیفیوزر عرضه میشن نمیتونن اصلا صدا رو به خوبی پخش کنن. برای همین هر دیفیوزری خریدید حتما اولش مطمئن بشید که مخصوص پخشاگری صدا مهندسی شده. دیفیوزرهای با کیفیت از مواد اولیه با کیفیت تولید میشن. فوم شونه تخم مرغی و شونه تخم مرغ اصلاً و به هیچ وجه دیفیوزر به حساب نمیان و طراحی دیفیوزر باید بر اساس توالی عددی مخصوصی محاسبه شده باشه، نه هر شکل رندومی. ولی حتی اگه یه ماژول دیفیوزر حرفه‌ای هم در اختیار داشته باشید، جانمایی نادرست یا کاربرد اشتباه میتونه باعث بشه نتیجه صوتی دلخواهتون رو دریافت نکنید. درست مثل بیس ترپ ها، دیفیوزرها هم به یه حداقلی از تعداد احتیاج دارن تا بتونید تفاوت صدایی رو احساس بکنید. نمیتونین با چند تا ماژول پراکنده توی جاهای مختلف اتاق تفاوت صدایی خاصی احساس بکنید. در مورد جانمایی دیفیوزرها، بعضی از انواع دیفیوزر از بقیه بدقلق‌ترن، اما در کل اگه میخواین حد اکثر استفاده آکوستیکی رو از دیفیوزرتون بکنین، باید استراتژی مخصوصی تو جانماییشون داشته باشید. دیفیوزرهای اختصاصی معمولاً میدرنج شما رو فقط پوشش میدن، یعنی محدوده 1 تا 4 کیلوهرتز و خیلی شایع ببینیم افراد از دیفیوزر بیش از حد استفاده کردن، در حالی که توی اکثر اتاقها مدیریت بیس یعنی 20 تا 200 هرتزتون باید تو اولویت اولتون باشه. اگه میخواین بدونین برای آکوستیک خوب باید هر باند فرکانسی رو از خود 20 هرتز تا خود 20 کیلوهرتز چی کار کنین، حتما سری به سایتمون بزنین. تو صفحه اصلی پایین صفحه مطالب خوبی براتون داریم. ماژول‌های ترکیبی جاذب دیفیوزر مثل انیگما بهتون کمک میکنن توی اکثر اتاقها تعادل خیلی خوب و مناسبی بین جذب و پخشاگری بگیرید. اما در هر اتاقی اولین اولویتتون باید کنترل بیس باشه. بعضی از انواع دیفیوزر برای اینکه بتونن درست پخشاگری بکنن به مقداری فاصله تا شنونده احتیاج دارن که بسته به نوع دیفیوزر متغیره. این قضیه باعث نمیشه که توی اتاقهای خیلی کوچیک دور دیفیوزر رو کلاً خط بکشیم، اما دستمون رو توی کاربرد و جانمایی مؤثر دیفیوزرها یه مقداری میبند. و یه نکته دیگه این که بهترین کارایی دیفیوزرها زمانیه که صدا به طور مستقیم بهشون برخورد کنه. برای همین توی اتاقهای میکس بهترین جا برای قرار دادن دیفیوزرهاتون دیوار پشتی هستش. ممکنه اینو شنیده باشین که میگن دیفیوزر باعث میشه اتاق به لحاظ صوتی بزرگتر از اونی که هست به نظر برسه. این حرف درسته، اما حقیقت اینه که دیفیوزر باعث نمیشه زمان واکنش یا ریورب تایم اتاقتون زیاد بشه. نمیتونید با پوشوندن سرتاسری یه اتاق خواب با دیفیوزر اونو تبدیل به یه تالار موسیقایی خیلی بزرگ بکنید. اما این چیز خوبیه، چون اگه دیفیوزر باعث اضافه شدن ریورب تایم به اتاقمون میشد، خب ریورب اضافه مانع از درست شنیدن ما موقع تولید موزیک میشد. در عوض دیفیوزر با پخش کردن بازتاب ها و گرفتن تیزی بازتاب
باستاب باعث میشه که بخش جهتیابی مغز گول بخوره و درست متوجه نشه باستاب ها از کدوم جهت دارن. در نتیجه باستاب های اتاق محو میشن و باستاب ها و ریورب داخل میکسمون واضحتر و شفافتر به گوشمون میرسه. کلام آخر این که پخشاگری ممکنه یه مسیر خیلی پرپیچ و خم باشه. برای همین هر جایی از مسیر احساس کردید که سوالی دارید یا به مشکلی برخوردید توی استراتژی یا جانمایی دیفیوزر هاتون، حتما با ما تماس بگیرید. مطالب سایتمون رو از دست ندید. حتما به سایتمون سر بزنید doremiacoustic.com. همچنین میتونید با پر کردن فرم مشاوره رایگان از ما مشاوره رایگان آکوستیکی بگیرید و حد اکثر استفاده رو از آکوستیک محیطتون بکنید. مثل همیشه لایک و کامنت و شیر یادتون نره. من علی مهدوی هستم و اینجا دورمی آکوستیکه.